کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان تصدیق کرد که روز 17 می بر اثر فرو رفتن تپه در دهه درخون جماعت اسماعیل سامانی نویه دیوشتیج 5 نفر از جمله 3 کودک هلاک شدند. قبلا ساکنان درباره هلاکت 6 نفر خبر داده بودند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت یک تپه تقریبا ساعت 14:00 بالای 2 خانه در دهه درخون فرو ریخته است. در نتیجه در یک خانه مادر خانه با 2 فرزندش که یکی 11 و دومی 10 سال داشت زیر لوی ماندند. یرچ همچنین خانه همسایه آنها را نیز زیر کرده است و زن جوان 21 ساله همراه با فرزند شیرخوار 1 سالش زیر لوی مانده و هلاک شدند. همسایه ها به زودی این 5 نفر را از زیر لوی بیرون آوردند ولی آنها الکی جان داده بودند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید بدون رعایت قاعده‌های بی‌خطری و اگرنامی و آبیاری نهال شنانیدن و باغ بنیاد کردن یک ساکن درخان که در این فاجعه همسر و 2 فرزندش را از دست داد سبب این آفت ناگهانی شده است. آب زیاد تدریجا زمین را نرم کرده و تپه لغزیده است. گفته می شود در اطلاعیه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تحقیق سبب‌های این فاجعه ادامه دارد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با اظهار تسلیت به نزدیکان و قربانیان این فاجعه در ناحیه دیوشتیج از شهروندان خواسته است که ضمن عملی کردن طرح‌های بنیادکاری خود از جمله بنیاد باغ در تپه‌های نزدیک به مناطق اهالی نشین با متخصصان مصلحت و مشورت نمایند و برای تامین امنیت و بی‌خطری خود سر وقت تدبیرها اندیشند. خبر هلاکت 5 ساکن دهه درغان بر اثر لغزیدن تپه در حال است که در نیمه اول ماه می تاجیکستان شاهد یک سلسله سیل‌های خرابی آور و دیگر آفت‌های طبیعی شد. روز 6 می بر اثر کوچیدن یک مساحت بزرگ زمین در دهه نوآباد در ناحیه خراسان 15 خانه و حدود 100 هکتار زمین کشت به زیر خاک رفت. روز 11 می سیل‌های خرابی آور سبب مرگ 9 نفر از جمله 3 نفر در کولاب، 3 نفر در ناحیه شمس‌الدین شاهین و 1 نفری در ایسار و وخش و کوشانیان شد.